ای بابا این چیزی که الان میدین یک شخصیه که یه آدم به نام جیمز ادوارد کشتش. خوش اومدید بمیرید. امروز قرار آخرین وعده آدما و یه زندانیا رو بخور. پس بزن بریم. اول همه جیمز ادوارد کیه؟ جیمز ادوارد یه شخصی بوده خیلی عادی. رفته سوپرمارکت میخواسته چیزی بخره، ولی خب درگیر میشه و یکی رو میکشه. و وقتی میخواستن اعدامش کنن ازش میپرسن که آخرین وعده غذایت میخوای چی باشه؟ اونم میگه خاک. ولی مسئولای زندان میگن که بیا و فقط بهش ماست میدن. ما اینجا ماست ده. کلا این داستان برای من عجیبه. چرا اصلا ما تو سوپرمارکت نفر رو بکشی بعد خاک بخوای و بعد بهت ماست بدن؟ خواهد دقیقا چیز دیگه میخواستی. ماست دوست دارم. اگر خودش اوردر میداد بهتر بود، ولی خب دیگه خاک آخه. خب پودر قهوه بهش میدادی مثلا. برای مثلا بهش خاک ندادن که گفتن بخور خودش میمیره. نمیدونم والله. بریم بر بعدی. فرض کن یه شاه ایرانی باشی و آخرین وعده غذایی هندونه باشه. شاه عباس صفوی توی سن 58 سالگی تو سال 1629 میلادی میمیره و آخرین وعده غذایش هم هندونه بوده. هندونه باحالیه. ولی خب این باز معقول تره چون خودش نخواست. آخرین چیزی بوده که خورده، ولی ماست خورده. عجیبه. یه مرغ. خب فرض کن یه نفر رو بکشی بعد بگن که چه وعده غذایی میخوای؟ بگی هیچی. آقای انجل دیاز به خاطر قتل میفته زندان و بعد بهش میگن که چه وعده غذایی میخوای و میگه هیچی و گوش نمیره اون دنیا دیگه. واقعا همین اینا عجیبن چرا انقدر. خب بی شرفی ماست میخوردی حداقل. بابا فکر میکنی خوش تیپی؟ پس هنوز الویس پریسلی رو نشناختی. الویس پریسلی اسطوره زیبایی بهش میگفتن، خواننده و آدم معروف جهان. من زیاد نمیشناسمش، قیافه‌ش نمی. بازیگرم داریم شبیه، میگه من شبیه اون الویس پریسلی ام. اون میارم عکسشو اینجا. در سال 1935 در 8 ژانویه به دنیا میاد و توی 16 آگوست 1977 فوت میشه. دلیل مرگش هم ایست قلبی بوده، ولی خب مصرف مواد مخدر و البته رژیم غذایی نادرست هم عامل دیگه‌اش بوده. و آخرین وعده غذاییش ساندویچ کره بادام زمینی و موز بوده. من نون توست نداشتم و از شیرینی نون محلی خودمون استفاده کردم، توتک اسمش. ببینیم حاجی واقعا خیلی خفن میشه. ساندویچ کره بادام زمینی موز با نون توست خوبه، ولی با این شیرینی اصلا یه چیز دیگه است. این بچه اسمش توتکه. توتک اسمش، چیز محلی کرج شیرینیه، ولی خب نون ما بیشتر استفاده میکنیم. یه گاز دیگه بزنیم. بدتر از لیوان ماستی چی نیست، تا اینکه فهمیدم توماس گریفین و کریستوفر هاروی فقط لیوان آب خواستن. توی پرونده توماس گریفین گفته بودن که
تو از چت جی پی تی پرسیدم، گفتش که این به نظر یک خودکشی و یک نابودی عقلی قبل از مرگ و تو سال 1995 20 سپتامبر 1995 اعدام شده و جرمش هم قتل پلیس بوده. و کریستوفر هاروی هم جرمش قتل بوده. 23 ژوئن 1999 هم فوت شده. پس کریستوفر هاروی و توماس گریفین دو تا زندانی که جرمشون قتل بوده، فقط ایلان آب خواستن. لازم نبود همشون بخورن، ولی خب یه لیوان آب بود دیگه. بریم بعد. یه خورده جا که وعده غذای آخر الان فکر میکنی بهش، مثلا واقعا اگه شما میخواستین خودمون کردی وعده غذای آخر انتخاب کنید چی بود؟ برای من مثلا بسنجون بود، کیک خامه‌ای، کیک تولد خامه‌ای، نون خامه‌ای، بستنی، انبه، موز. واقعا نمیدونم، خیلی دارک بهش فکرم میکنی اصلا حالت یه جوری میشه. ولی خب الان من دلم یه جوری هست، چون هم ماست خوردم، هم بادام زمینی و موز خوردم، هم هندونه خوردم. اینا همه با هم داره ترکیبات بدی میشه. رسید به آخرین مثال. توی 19 آوریل سال نمیدونم چند، واقعا نمیدونم ننوشتم، با یک کامیون پر از مواد منفجره به ساختمان آلفردو پیمورا توی شهر اوکلاهاما حمله میکنه. این حمله نزدیک 186 تا کشته که 19 تاشون کودک بودن و نزدیک 250 تا فکر کنم زخمی به حمله داره. و توی 19 ژوئن 2001 اولین اعدام فدرال پس از 31 سال روش انجام میشه و اعدامش میکنه. و آخرین وعده‌ش هم 20 اسکوپ بستنی به همراه 2 شات عرق نعنا بوده. ولی خب یه 20 اسکوپ زیاد، ما بستنی داریم با عرق نعنا، بریم ببینیم چطوریه. فقط عجیب نیست خورده این وعده. اینجا میذاریم ما با تکه های شکلات هم داریم، تکه های شکلات نداره آیسکریم. بسم الله. حالا من نمیدونم اینا چجوری خورده، بستنی ها رو کامل 20 تا رو خورده بعد مثلا عرق نعنا رو خورده یا چی؟ انگار عجیبه. یعنی هم این خونه که همین یخ میزنیم. ولی چیز باحالی. من برم اینو تموم کنم بیام. تموم شدیم و به نظر من باحال‌ترینشون بستنی با عرق نعنا بود، چون واقعا دیگه از این به بعد فکر کنم خودم تستش کنم، امتحانش کنم هر دفعه هر چند وقت بار، چون خیلی باحال بود. شما حتما امتحان کنید بستنی ها رو با عرق نعنا. و اینم بود از این. اگه دوست دارید که از این مدل، یعنی غذای آدمای معروف دیگه، زندانی دیگه رو بخوریم با زهره، توی کامنت ها بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید. و اینم بود از این. و تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.